روزی به مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم یک مرد نشسته بود. پیامبر گرامی اسلام چون تشریف آوردن دیدن که این مرد در صحن مسجد نشسته، وقت نماز نیست. این ملحوظ جالب توجه کرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد کنارشان نشست و گفتن چی چیزی تو را به مسجد کشانده؟ یعنی وقت نماز نیست. این مرد گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، نگرانی های پایان ناپذیر، بدهی ها و قرض های طاقت فرسا، اون اضطراب و تشویشی که لحظه مرا در بر گرفته سبب شد که به مسجد پناه بیارم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود آیا به تو کلمات یاد ندهم که اگر آن را بگویی بدهی های تو از گردن ساقط میشه و ناراحتی تو به امنیت تبدیل میشه؟ این مرد گفت بله یا رسول الله صلی الله علیه و سلم. پیامبر گرامی اسلام فرمود بگو اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن والعجز